آقا $1000 میدم این آبگمکن رو بهمون آموزش بده. بیا من بهت $2000 میدم، ولی اگه پستم مفید بود قول بده که منو فالو کنی. میدونم تو هم از سرد و گرم شدن آبگمکن خسته شدی و دنبال یه آموزش کاربردی. بهت تضمین میدم وقتی این روش رو انجام بدی مشکلت حل میشه. ببین 2 تا پیچ بدنه رو باز میکنی، مهره رو هم میچرخونی، 5 تا پیچ رگولاتور داره. رگولاتور رو که باز کردی 90% مشکل همین پرده دیافراگمه. یه پرده دیافراگم از بازار میخری، دوباره جا میزنی توش. حالا قسمت مهمترش اینه که این دیسک میاد بیرون، یه محفظه داری که باید توش پر گریس بشه. گریس تو که زدی روون شد، این ولوم تنظیم دمای سوراخ ریز رو هم براش بنداز. اگه آبگم کنه شمکی و فاصله شمک رو تنظیم کن که خاموش نشه، و اگه ترم کوپلت زود به زود خراب میشه با یه دونه سنباده روش رو بساب بذار تمیز بشه. اینم از آموزش. اگه از اینجور ویدیوها دوست داری و وقت نداری پیج من رو فالو کنی، همین الان دایرکت عدد 3 رو واسم کامنت کن. یه سری آموزشات دیگه در خصوص نحوه اسیدچویی و دودکش و محافظت از پکیج آبگم کن برات بفرستم. ارادت، خدافظ.